سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه از کانال تاپ 10 ترند خوش اومدین. اینجا قراره درباره یه آدم خاص حرف بزنیم، کسی که وقتی اسمش میاد بازیکنان بین‌المللی هم آروم میشن، چون میدونن که با داور قاطع و بی‌حاشیه طرفن. بله، علیرضا فغانی، داوری که نه تنها تو آسیا بلکه تو دنیا هم اعتبار داره. امروز قراره با هم 10 تا از بزرگترین افتخارات فغانی رو بررسی کنیم که باعث شدن اسمش تو تاریخ فوتبال ثبت بشه. پس لایک رو بزن، کانال رو سابسکرایب کن و بریم سراغ این افتخارات خفن. شماره 10. رکورد تاریخی داوری در 3 فینال مهم بین‌المللی. تا حالا هیچ داوری در آسیا نتونست فینال جام ملت‌های آسیا، بازی‌های آسیایی و المپیک رو با هم قضاوت کنه. فغانی اولین و تنها داوری که این سگانه تاریخی رو داره. این یعنی حضور مؤثر در بالاترین سطح داوری بین‌المللی تو 3 قاره و 3 سطح مختلف. این افتخار اسمش رو برای همیشه تو تاریخ داوری ثبت کرده. شماره 9. حضور در جام جهانی 2022 قطر. علیرغم تغییر ملیت، فیفا باز هم از فغانی دعوت کرد که تو جام جهانی حضور داشته باشه. اینجا دیگه بحث کشور نیست، اینجا بحث اعتبار شخصیه. فغانی تو بازی‌هایی مثل اوروگوئه و کره جنوبی داوری کرد و باز هم همه ازش راضی بودن. شماره 8. دعوت به کوپا آمریکای 2019. تو رقابت‌های آمریکای جنوبی معمولاً داورا از همون قاره هستن، ولی فغانی به خاطر اعتبارش از آسیا دعوت شد. اگه بدونید تو کوپا چقدر فضای بازی پرتنشه، میفهمی که چقدر این دعوت خاص بوده. این یه جور مهر تاییدی از همه قاره‌ها بوده. شماره 7. قضاوت در فینال بازی‌های آسیایی 2014 بین کره جنوبی و کره شمالی. توی این بازی فقط فوتبال مطرح نبود، جنگ روانی، تنش سیاسی و حساسیت خیلی شدید. فغانی توی این فضای حساس با کنترل کامل بازی بدون هیچ اشتباه یا تصمیم مشکوک بازی رو تا دقیقه 120 اداره کرد. خیلی از رسانه‌ها اون روز گفتن داور ایرانی جلوی یک انفجار فوتبالی رو گرفت. سابسکرایب نره رفیق، این لیست داره تازه جالب میشه. شماره 6. داوری در لیگ حرفه‌ای استرالیا یا همون ای لیگ. بعد از مهاجرت به استرالیا خیلی‌ها فکر کردن کار فغانی تموم میشه، ولی برعکس تو لیگ استرالیا تبدیل شد به داور اول. الان بازی‌های حساس رو قضاوت میکنه و بازیکن‌ها بهش احترام زیادی میذارن. حتی رسانه‌های ورزشی استرالیا ازش به عنوان معتبرترین داور لیگ یاد میکنن. شماره 5. قضاوت در فینال جام ملت‌های آسیایی 2015 بین استرالیا و کره جنوبی، یکی از پرتنش‌ترین فینال‌های تاریخ آسیا. فغانی توی این بازی ثابت کرد که تو بازی‌های بین‌المللی آرامش خودش رو حفظ می‌کنه، بازی رو خیلی روون اداره می‌کنه بدون نیاز به وی‌آر و بدون جنجال، فقط با حضور مؤثر. اونجا بود که خیلی‌ها گفتن این داور ایرانی رو باید بیشتر تو میادین جهانی دید. شماره 8. انتخاب در بین 10 داور برتر جهان توسط فیفا هر سال داورهای برتر دنیا رو رتبه‌بندی میکنه. اسم فغانی بارها توی این لیست بوده. این یعنی چی؟ یعنی ثبات، دقت، بدون اشتباه قضاوت کردن و اعتماد کامل از بالاترین سطح فوتبال دنیا. تو آسیا کمتر داوری هست که به این سطح رسیده باشه. شماره 8. قضاوت بازی فرانسه آرژانتین در جام جهانی 2018 روسیه. یکی از پرگل‌ترین و هیجان انگیزترین بازی‌های جام جهانی روسیه. فرانسه 4 آرژانتین 3.
مسی، امباپه، دیماریا همه تو زمین بودن. وسط این طوفان بازیکن و تاکتیک فغانی مسئول نظم بازی بود. صحنه‌های حساس زیادی داشت، مثل پنالتی مشکوک، تکل‌های خطرناک و درگیری‌های فیزیکی، ولی فغانی با اقتدار تصمیم گرفت و هیچ سوتی بحث برانگیزی نزد. کارشناسا گفتن یکی از بهترین داوری‌های جام جهانی بود. شماره 9 قضاوت در فینال المپیک 2016 بین برزیل و آلمان. استادیوم ماراکانا پر از هوادارهای برزیلی، یه بازی حساس بین دو قدرت فوتبال دنیا. داور بازی کی بود؟ یک ایرانی. فغانی تو اون بازی نشون داد که چطوری میشه تو بالاترین سطح داوری کرد. یادت نره این بازی لحظه معروف زانو زدن نیمار بعد از قهرمانیه. فغانی نه تنها قضاوت خوبی داشت، بلکه با آرام کردن بازیکنای عصبی جو بازی رو هم مدیریت کرد. اگه هنوز لایک نکردی همین الان بزن و چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشی. و در آخر شماره 10 قضاوت در فینال جام جهانی باشگاه‌های 2025. فینال امسال بین چلسی و پاریس سن ژرمن برگزار شد که در آخر چلسی با نتیجه 3-8 تونست پاریس سن ژرمن رو شکست بده و قهرمان جام جهانی باشگاه‌های 2025 بشه. در این بازی علیرضا فغانی داور بازی بود که تونست بازی رو خوب مدیریت کنه و بازی رو به اتمام برسونه. فیفا تصمیم گرفت مهمترین بازی باشگاهی سال رو به یک داور با تجربه بسپره و اون کسی نبود جز علیرضا فغانی. توی یه جو فوق‌العاده و پرتنش فغانی با اعتماد به نفس کامل و قضاوت دقیق بازی رو کنترل کرد بدون اینکه به حاشیه کشیده بشه. حتی تو برنامه‌های تحلیلی بعد بازی هم گزارشگر فرانسوی و هم لندنی از داورای بی‌نقصش تعریف کردن و در آخر هم علیرضا فغانی مدالش رو از ترامپ گرفت و با ترامپ عکس گرفت و اون رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و تمام. خب رفقا، اینم از 10 افتخار بزرگی علیرضا فغانی، یه آدم معمولی که با تلاش و پشتکار از زمین خاکی‌های تهران رسید به فینال‌های جهانی. نظر شما چیه؟ به نظرتون فغانی بهترین داور تاریخه یا هنوز یه فینال جام جهانی کم داره؟ حتما تو کامنت‌ها نظرتون رو بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه لایک بزنید که دلمون گرم شد. کانال رو سابسکرایب کنید چون کلی ویدیو تاپ 10 خفن دیگه تو راهه. مرسی که تا آخر همراه ما بودی. تا ویدیوی بعدی بدرود.